روز شما بخیر بینندگان ارجمند. خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت می‌کنند. امروز دوشنبه 3 فوریه است. موضوعات اساسی نشر چنین هستند: با پیشنهاد دمیتری مدودف قانونگذاران روس می‌خواهند قاعده حتمی گرفتن ایزی انگشت و امتحان زبان روسی کودکان مهاجران را جاری کنند. دادستانی حربی فرمانده پاسگاه مرزی را با خنک نظری در مرگ سرباز گمان برمی‌داند. پدر مرزبانی فوتیده به این خلاصه راضی نیست. وای کماندر گناه ندارد، وای نبودم اونجا، چرا اما گناه وای به میپرداد. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از 1 ماه مانده است. حزب خلقی دموکراتی میگوید این نوبت نیست، اکثر کرسی ها را اعضای حزب حاکم صاحب خواهند شد. من در کارزار انتخابات در مرکه انتخاباتی یگان رقیب جدی رو نمیبینیم. اما برنامه را از یک خبر دیگر شروع میکنیم. مقامات در یک منطقه روسیه گفتند مسلمانان اشتراکچی جنگ اوکراین و اعضای عائله های آنها که در منطقه زبایکالیه زندگی میکنند امکان خواهند داشت بی پول در مراسم حج اشتراک کنند. این خبر را پایگاه اطلاعاتی روسیه با تکیه به گفته های الماس صلاحوف رئیس اداره مسلمانان زبایکالیه نشر کرده است. به قول این روحانی این تشبس از جانب مفتی روسیه راویل غین‌الدین هم دستگیری می شود. او گفت که مراسم حج برای سابقه داران جنگ اوکراین حج کریم 2025 نام داشته همراه با بنیاد سازمان حامیان وطنی روسیه راه اندازی شده است. چند پیش خبر نشر شده بود که میلیاردر روس سلیمان کریموف گفته است حج 5000 مسلمان روسیه را سرمایه گذاری خواهد کرد. سال گذشته با همین راه خراجات حج 1000 مسلمانان پرداخت شده بود. این تشویقات در حال نشر می شود که بسیاری ها از جمله مسلمانان ساکن روسیه خواهش اشتراک در جنگ اوکراین را ندارند. مقامات در روسیه صدها مهاجر کوری را که شهروندی روسیه را به دست آورده اند برای سرکشی از خدمت عسکری و یا ثبت نام در کمیسریات های حربی از شهروندی روسیه محروم و به وطنشان استرداد نمودند. مقامات روسیه شماره مهاجران بی‌حجت در این کشور را 670,000 نفر حساب کردند. در این باره الکساندر گراووی معاون وزیر کارهای داخلی روسیه در یک مصاحبه‌اش با کامسامولسکا پراودا خبر داده است. به قول مقامدار روس بیش از نصف این نفران را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. او یادآور شده است که مهاجران بی‌سند تا 30 اپریل این سال امکان دارند که وضع حقوقی خود را در روسیه رسمی نمایند. موضوع را همکارم شهلا گلخواجه ادامه می‌دهد. اگر قاعده‌های نو تصدیق کرده شوند پس هنگام قبول فرزندان مهاجران به مکتب مقامات نه تنها قانونی بودن حضور خود خواننده بلکه والدان او را نیز تفتیش خواهند کرد. علاوه بر این مهاجران باید تصدیقنامه درباره به بیماری سرایتی گرفتار نبودن کودک و سند تشخیصی ایزی انگشت را پیشنهاد نمایند. همچنین کودک باید سپرده اجتماعی و والدانش رقم مشخصی اندوسپرنده را داشته باشند. در متن این سند گفته می شود که اگر مهاجران این بسته حجت را پیشنهاد نکنند مکتب آن را بدون بررسی برمیگرداند. خبرگزاری روسی اربکا با استناد به لایحه نوی وزارت معارف می نویسد که در طرح قانون برای والدانی که فرزندانشان از امتحان زبان روسی و آموزش علاوگی نمیگذرند جوابگری مأموری پیش بینی شده است. در این برابر مقامات منطقوی باید به وزارت کارهای داخلی آمار کودکان مهاجرانی که به مکتب قبول شدند و همه آنهایی را که از امتحان زبان روسی ناکام گردیدند ارسال کنند. آخر هفته گذشته دمیتری مدودف خواستار اخراج فوری مهاجرانی شد که مواد مخدر استعمال میکنند و یا گرفتار بیماری‌های خطرناک سرایتی هستند. معاون رئیس شورای امنیت روسیه نگرانی کرده است که این گونه مهاجران اکثرا از نظارت پنهان میمانند. با ادعای او دلیل‌های وجود دارند که آنها بودباش خود را قانونی کردند و حتی شهروندی گرفتند. سر از 5 فوریه در روسیه یک قطار معیارهای نو قانونگذاری در نسبت مهاجران مورد عمل قرار میگیرند که کار و زندگی آنها را در این کشور به مراتب سخت‌تر خواهند کرد. در منطقه کولاب 2 ماه بعد مرگ مرموز یک سرباز نیروهای سرحدی سبب رسمی این حادثه را شرح دادند.
فیروز رجبزاده دادستان نظامی کلوب در نشست خبری اخیر گفت باتیر ارگاشف خودکشی کرده است. با گفته او فرمانده پاسگاه برای خنک نظری به جوابگری کشیده شده است. اما با گفته والدان ارگاشف جسد پسر که ماه نوامبر پارسال به آنها سپرده شد پر از نشانه های لطوکوب و خشونت بوده است. جزئیات در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. دادستان گارنیزون حربی کلوب نسبت سردار دیدبانگاه سرحدی که در آن سرباز باتیر ارگاشف خدمت میکرد برای خنک نظری پرونده جنایتی باز کرده است. باتیر ارگاشف در یک دیدبانگاه مرزی ناحیه شمس‌الدین شاهین خدمت میکرد و تا انجام مهلت خدمت او همگی 10 روز دیگر باقی مانده بود. با گفته دادستان حربی تشخیص نشان دادند که باتیر دست به خودکشی زده است. در رفت تفتیشات حالت با خدمت حربی و با بودن خودکشیش اثبات خود رو ندارد. نسبت او در رفت خدمت یکم مثبت و غیر یکم دیگر تهدیدات شروعی رو نداشتند. باتیر ارگاشف 20 سال داشت و حادثه مرگ او در اول ماه نوامبر در دیدبانگاه سرحدی رخ داده است. اما پدر باتیر بهادر ارگاشف تا حال باور ندارد که پسرش دست به خودکشی زده باشد. و میگوید که بنابر بیماری نتوانست به جای حادثه برود. اما فرضیه های مقامات را نادرست می حسابد. با گفته او سردار دیدبانگاه که عین زمان نسبتش برای خنک نظری پرونده جنایتی باز شده است بیگناه است. یک کماندر گناه ندارد. بیکار یک کماندر قبل گفته اینا اما گناه همون با پرتافتگی و یک کماندر گناه ندارد و نبودم اونجا چرا اما گناه هوای به می پرتاد. باتیر ارگاشف از ناحیه جبار رسولوف با خواهش خود به خدمت رفته بود و 2 سال خدمت حربی را در قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین گذراند. اولینبک یولداشزاده رئیس ناحیه جبار رسولوف که در جلب سربازان اشتراک کرده است میگوید باتیر جوانی صاحب معرفت و وطن دوست بود. بچه خودش دابراول رفته بود برای خدمت دابراول خودش اونده خودش خدمت رفته بود یک بچه وطن دوست بچه صاحب معرفت بسیار بچه من خودم رئیس کمیسیون بچه دیده بودم من خودم خدمت میرم کنم دوری موین یکم ریمان موندیم. مرگ سربازان در ارتش تاجیکستان حادثه نو نیست. در گذشته نیز بارها حالت‌های مرگ با سبب‌های گوناگون از جمله مناقشه‌ها و تصادف‌ها رسانه‌ای شده اند. با گفته دادستان گارنیزون حربی کلوب دوام سال 2024 در منطقه زیر نظرش 4 حالت فوتی سربازان ثبت شده است. 2 سرباز یکی از گزیدن سگ و دیگری از بی احتیاطی هنگام استفاده سلاح به هلاکت رسیدند. برای همه این حادثه ها پرونده های جنایتی باز شده گناهکاران جزا دیدند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در تاجیکستان تا برگزاری انتخابات نوبتی پارلمانی کمتر از 1 ماه دیگر مانده است و بنا به اطلاع کمیسیون انتخابات ها تنها 6 حزب سیاسی نامزدهای خود را به انتخابات پیشبری کردند. حزب سوسیال دموکراتی که معاون رئیسش شاکرجان حکیموف در محاکمه بحث برانگیز دادگاهی قرار دارد هیچ نفری را به انتخابات پیشبری نکرد. حزب سیاسی دیگر به انتخابات با نامزدهای برای جامعه کم آشنا می روند. این زمان حزب حاکم خلقی دموکراتی باور دارد که نوبت هم در انتخابات اکثر اعضای آن برنده می شوند. ارشاد سلیمانی و برات یوسفی موضوع را ادامه می دهند. حزب‌های سیاسی تاجیکستان نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی معین کردند. هرچند بخشی عمده آنها برای جامعه چندان آشنا نیستند، در بینشان وزیر سابق، رئیس پیشینی دادگاه عالی، کاتب شورای امنیت، استادان دانشگاه، رئیس ناحیه روزنامه‌نگاران و نمایندگان چند کسب و کار دیگر هستند. میرزا انور احمدوف معاون رئیس حزب اگراری بر این است که نامزدهای این حزب افراد شایسته و رقیبان جدی می باشند. به واسطه شخصیت هایی که آنها در تمام گوشه و کنار جامعه شناخته هستند، امروز همچون نامزد از حوزه یگانه امید جمهوری 13 نفر ما پیشنهاد کردیم که در قطار آنها به واسطه خود رئیس حزب اگراری تاجیکستان محترم لطیفزاده رستم، به واسطه شخصیت هایی که مثال همچون دیرکتور انستیتوت چهارباداری اکادمی علم‌های کشاورزی دانشگاه تاجیکستان اکرامی فضل‌الدین کار کرده بودند پیشنهاد کردیم. هرچند تا روز برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان وقت زیاد باقی نمانده است، فضای سبقت انتخاباتی به مشاهده نمی رسد. حزب دموکرات تاجیکستان که ریاستی نوش در پی یک جنجال داخل حزبی سری کار آمد،
با 9 نامزد خود وارد کارزار شدنی است. علیشیر ایدیزاده نامزد این حزب در حوزه سینا 4 که با وزیر سابق عدلیه نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی وارد رقابت شدنی است، از حالا میگوید هدفش پیروزی نیست. پیش از همه ما باید هدف‌های برنامه‌های حزب رو راه‌اندازی کنیم و دعوای کرسی و دعوای چیز رو ما نداریم و خلق اگر خودش ما رو ارزش خلق اگر خودش انتخاب کند نفری رو، یعنی که چقدر که خلق خودش برای ما آواز میدهد اما آواز خلق رو احترام میکنیم. حزب خلق دموکراتی که زمام قدرت در اختیارش است، صرف نظر از آنکه تحلیلگران این انتخابات را معرکه دلبزن مینامند، با نامزدهای شناخته و با نفوذ وارد این معرکه شده است. البته رقیب اساسی من در کارزار انتخابات در معرکه انتخاباتی یگان رقیب جدی رو نمیبینیم، ولیکن با وجود این می شود در تجربه بسیار انتخابات های کشورهای دنیا نیز ما شاهد شدیم که یگان حزبی که مثلا در انتخابات می تواند که الکترات سیاسی را به خود جلب نماید و ناگهان در صحنه سیاسی با برتری بیشتر پیدا شود. خورشید عطاالله مدیر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید در گذشته مرکز آنها به انتخابات ها توجه داشت و تحلیل ها میگذراند و با نامزدها صحبت ها انجام میداد. او گفت این بار به دلیل جدی نبودن انعکاس انتخابات را صرف نظر کردند. با آن خاطر که از همان رویخطی که پیشنهاد شد الکی معلوم است که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان این نوبت یگان حریف جدی ندارد. یگان نفر در بین اون نفرهایی که پیشنهاد شده‌اند از حزب‌های دیگر نمیتوانند در برابر عادی‌ترین نامزدی حزب‌های دیگر چی باشند، رقیب باشند. به کدام خاطر؟ به آن خاطر که اینها رقیب نیستند، بلکه اینها بالاتر هم از جهت سطح دانش و سواد و معلومات و زباندانی و اینها سطحشون بالاتر از همان نامزدهای پیشنهاد شده از حزب‌های دیگر هستند. به انتخابات پارلمانی پیشارو که 2 مارس برگزار می شود، حزب‌ها برای 22 کرسی حوزه عمومی جمهوریوی 70 نامزد از روی خط حزبی پیشنهاد کردند. با جز این برای 41 کرسی حوزه یک مندتی ثبت نام نامزدها تا 9 فوریه دوام می کند. تا کنون تنها حزب حاکم خلق دموکراتی در همه این حوزه ها نامزد پیشنهاد کرده است. حزب اگرری در 16 حوزه و حزب دموکرات در 3 حوزه نامزد دارند. حزب‌های دیگر هم میگویند وابسته به توانایی‌هایشان از 4 تا 10 نامزد را در این حوزه ها وارد رقابت میکنند. از 7 حزب رسمی تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در گذشته حزب واقعی مخالف دانسته میشد نه انجمن برگزار کرد و نه نامزد پیشبری. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا تاکنون 8 انتخابات را در تاجیکستان نظارت کرده است. خلاصه های ناظرینش همین بود است که این کارزارهای مهم سیاسی تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف صورت نگرفتند. برعکس این، سازمان و کشورهای همپیمان تاجیکستان از جمله سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحاد دولت‌های مستقل همیشه نتیجه های انتخابات ها را درست شمردند. و یک خبر دیگر، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هشدار داد که بعد جاری کردن تعرفه‌های نوی سودا بالای 3 شریک تجارتی آمریکا احتمالاً ساکنان آمریکا با گفته‌اش دردهای اقتصادی روبرو می‌شوند. ترامپ از جنگ وسیع تجارتی با کشورهای همکاری مثل اتحادیه اروپا و بریتانیا هشدار داد. روز 2 فوریه اتحادیه اروپا گفت که در صورت جاری کردن تعرفه‌ها حتماً پاسخ خواهد داد، هرچند اظهار باوری کرده است که از سر زدن جنگ تجارتی پیشگیری خواهد شد. و برنامه رو در همین جا به آخر میرسانیم. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیو آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن‌ها در صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان.